بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. آسمان همچون محافظتگر زمین. خدای عزوجل در آیت 32 سوره انبیا می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. و آسمان را سقف نگاه داشته شده ساختیم و آنها از نشانه های آسمانی رویگردانند. کلمه سقف در فرهنگ به معناهای زیرین استفاده می شود: شیفت خانه و پوشش بالای خانه. وظیفه اساسی سقف خانه این از بالا محافظت کردن از باد، باران و برف و غیره می باشد. فکر کنید سقف خانه نیز قریب که خانه را محافظت می کند، در حالی که سازنده آن انسان است. به فکر ما کمی هم باشد فهما شد که در حقیقت آسمان سپر زمین است. در سوره بقره آیت 117 خدای عزوجل می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان، آفریننده آسمان ها و زمین است و چون کار می کند پس جز این نیست که آن را می گوید بشو پس می شود. اکنون نتیجه کار عالمان را پیشنهاد شما می کنیم. نقش محافظتی اتمسفر به عالمان تنها در عصر 20 معلوم شد. اتمسفر زمینی که عادتاً آن را آسمان میگویند، در محافظت زمین نقش اساسی را اجرا می کند. آسمان زمین را از شعاعهای رادیواکتیوی محافظت می کند. اگر در اطراف زمین اتمسفر هوایی نمی بود، شعاعهای آفتاب همه جانورهای زنده زمین را از بین می بردند. قبط اتمسفری این چنین وظیفه بالاپوش که گرمی را در زمین نگاه می دارد اجرا می کند. در کیهان حرارت میانه نیست. در اتمسفر زمینی تقریباً 270 گرادوس سلسیوس می باشد. اگر این خنکی به زمین آمده می رسید، همان لحظه همه جانورهای زنده به هلاکت می رسیدند. محافظت زمین. هوای زمین را احاطه کننده این کرته کبود عجایب وی می باشد. در این کرته سیاره ما از تأثیر آفتاب ایمن می ماند. غیر از این پرده هوایی مانند سپر جنگی زمین را از ضربه شهاب‌پاره ها محافظت می کند. وقتی که سنگ‌های آسمانی به سیاره ما پرواز می کنند، آنها به قبط هوای زمین می آیند. آنها اینجا خیلی تصفان می شوند. به زمین نرسیده می سوزند. پرده هوایی زمین ما را از شعاعهای ناعیان کیهانی محافظت می کند.